سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و بازهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود پیچینی موراویه تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است 250 گرم آرد، 150 گرم اصلی خنک، 2 قاشق سمیتانه، یک دانه تخم لازم است. رزرخلیتی ساده گانچه لازم نیست. خمیرش ریزانکی خوشخورمی بیاد، برای همین رزرخلیتی ساده همراه میکنیم. اگر سمیتانه نباشد میتونید جای سمیتانه و یک دانه تخم دیگه استفاده برید یا که آبی خنکی خالدیلنی گرفته استفاده برید میشه. ما در اول از این مسلمایه آب خطی ریزانه میکنیم. من مسلمایه آرد زده منه کمتر تراشک من تیارکبام آرد کرده شروع اتیارکه میگذارم. می آرد به همراه کرده زنی اتیارکه گذارانه شروع میگذاره مسلمایه. نه مسته گذارانیدن آرد کتی که ریزانه میکنیم. نریزم که باید خیلی زرده شو شود. که یک دانه منه تخم منه سمیتانه دوست یک قاشق همراه کرده همشه شروع خمیر میکنیم. من خمیری ما چقدر تیار شده است منه زرد دیگه منه گانچی همراه میکنم. من خمیری ما چقدر تیار شد منه سخت تیار شد. منه دو قسم به تقسیم کرده زوالی چگی تخمیر هم باید. من خمیرامه استریش به پیچنده مرزیلنیک به میگذاریم. من هر دوشه جدا جدا کرم که سخت شویش آسانتر شود. خمیری کلامو سخت شویش قیمتر برای همین جدا جدا استریش کرم. من خمیرامه با مدتی یک دو ساعت یختا میمانیم. سخت یخ نکنه من حرکت کنید که تیارکا گذرانده شود. من خمیری ما سخت شد من خیلی گرفتم. من کو اتیارکا میگذارانیم. من خمیری سخت شده گمایه من اتیارکا میگذارانیم. کو من می کلامشکتی خمیرامه میگذارانیم. من میتر ریزانک شود. من خمیر اتیارکا گذرانیدم. من خمیرامو سخت میتونید این خمیرش ما دیگ بام تفتاده پذیر میشه. نه تنها تفتان با مدتی 10-15 دقیقه به 200 درجه تفتان گذاشته همیشه همین طور پخته میگیریم. من خمیرش پخته گرفتم. من چه ببینید مشتکی به نهایت نغز آمد خمیراش. من چه آمد روغنی نغز آمد. من برای کو آرایشو تیار کنیش من ملکا 250 گرم ملکا لازم سکشانه ملکا. من ارخیز گیتم ارخیزی زیرباندگی 100 گرم. من کمتر شکلات برای آرایشی همراه میکنیم. ارخیزی همراه میکنیم. ارخیزو من سکشانه ملکا همراه میکنیم. من شروع آمیخته میکنیم همون محصولات رو. خمیرشنده شکرش نیه برای همین شکر میکنم. سکشانه ملکا خودش قیامت بلند بودم برای همین خمیرشته من شکر همراه میکنم. من همه محصولات رو آمیخته کردم. 10-15 دقیقه نگاه دارم که این سکشانه ملکا کمتر خودش بگیرد خمیر. من طرزی تیار کنیش من ملکا یک چند کردم. من چقدر شد من طرزی تیار کنیش نشان میدم. من به ما استکانچه لازم نگاه خیلی استکانچه میده باشد میشد یا ما قبقابکای بطولکی یعنی ساس که فرزنده باشده میشد. من میگیریم کمتر من تر میکنیم از سببی که در نشه تر میکنیم. این محصولات ما شیره دار بودن
سر نمیتید، برای همین کمتر برنش تر میکنه. میگیریم با کلچه میگیریم، گرفتیم، نقش رو زیر میکنیم، سخت زیر میکنیم که همش پریس شود. همش من زیر کنیم، یا کمتر تر کنید، همش دستتان سر میتید. من کو نمیکنم تریاکا میکنم ایده من همینطور همیشه میکنیم. ترک ایستاده این محصولات های گرفته. ما بسیارتر میخوای چینی، یعنی ما استکانچیک ما گفتیم نامشه، بسیارتر تیار میکنیم برای مغازه های پیشی بالنیسه شهری استفاده تیار میکنیم. برای قطیچه ها تیار میکنیم 5 شتوک 6 شتوک 10 شتوک هم خیلی چینده با کافکاکر میدادیم برای مغازه هاش. نغز خدوای بود بسیار نغز میگرفت مردم. ما پیچنی ما تیار شد، ما چقدر تیار شد. ما با مدتی 3-4 ساعت خلادیانک بگذاشته بعد شکلاتکی آرام میدیم. ما پیچنی ما هم شخ شد، ما چقدر تیار شد. اکنون شکلات میکنیم باشه. من شکلات آب کرم میکروالنافکا با آب کرم ولی با طرز گلزور تیار کنیشه نشان میدیم. اگر گلزور تیار کردن خواهید پیشتی ویدیو یاژیک باید سلیکش پایانی کامنتاری میگذارم. نه همیشه شکلات میکنیم. اینطور باشه شکلات میکنیم باز زیبایی با لذت تر میشه. من پیچنی ما چقدر عجایبات با لذت تیار شد. پیچنی موروینکی ما نه با رقیز عجایب با لذت. من درونشون بینیم، من دروناش خمیراش مرتکی عجایبات آمدگی. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساچی کنید و یارو دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.